به نام خدا، خدای خوب و مهربون. قنچه های قشنگم سلام، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ بله، شکر خدا. شما که بد نمیشین. بله، امیدوارم که دلاتون همیشه شاد باشه، همیشه هم بخندید. عزیزای دلم، میدونم که شما به دوستاتون کمک میکنین. اگر مشکلی داشته باشن سعی میکنین که مشکلشون رو رفع بکنین. وقتی هم که با هم دیگه نقاشی میکشین، مداد رنگیاتون رو میریزین وسط و هر کدوم یه مداد بر میدارین و نقاشی میکنین. درسته؟ بله، همیشه هم همینجور بوده. اما چی بگم از این محمد کوچولوی قصه‌مون که یه خورده دوستاشو اذیت میکنه. اما نگران نباشین، بالاخره پی میبره که کارش اشتباهه. حالا گوش بدین به قصه‌مون که اسمش هست یه حرف خوب. محمد پسر خوب و با ادبی بود. محمد با خواهر و پدر و مادر و پدر بزرگ زندگی میکرد. به بزرگترها احترام میذاشت. اما بچه‌ها یه عیب خیلی کوچولو داشت. حتما میپرسین چه عیبی؟ اجازه بدین که براتون تعریف کنم. عصر یه روز قشنگ سجاد کوچولو به همراه مامانش به خونه محمد اینا اومدن. محمد به سجاد گفت میای با هم نقاشی بکشیم؟ سجاد گفت باشه، چون من دفتر نقاشی و جعبه مداد رنگیم رو هم آوردم. بله، اونا شروع کردن به کشیدن نقاشی. اونم چه نقاشی قشنگی. محمد توی دفترش نقاشی یه خونه رو کشید. آره، یه خونه رو نقاشی کرد. سجادم توی دفترش یک گل قشنگ کشید. سجاد موقعی که میخواست گلشو رنگ کنه دید که رنگ قرمزشو نیاورده. برای همین به محمد گفت محمد، مداد قرمز تو به من میدی؟ محمد گفت نه، نمیدم. سجاد گفت آخه چرا؟ محمد گفت آخه برای اینکه نوک مدادم و هی میتراشی اون وقت کوچولو میشه. سجاد از حرف محمد خیلی ناراحت شد. بعد از یه مدتی با مادرش رفتن به خونه خودشون. از اون روز به بعد سجاد و محمد با هم قهر کردن. دیگه هم با هم بازی نمی کردن. یه روز پدر بزرگ محمد که سجاد رو توی کوچه دید به اون گفت سجاد عزیزم، چرا دیگه با محمد بازی نمی کنی؟ سجاد گفت برای اینکه من همیشه هر چی که دارم به محمد میدم، ولی اون روز محمد مداد قرمزشو به من نداد که من نقاشیمو رنگ کنم. پدر بزرگ محمد گفت عزیزم، محمد کار بدی کرده. من به جای محمد از تو معذرت میخوام. بعد پدر بزرگ خم شدن و پیشونی سجاد رو بوسیدن. بله بچه ها، یه روز که پدر بزرگ مشغول خوندن نماز بودن، محمد با خواهرش سارا بلند صحبت میکرد. سارا گفت نه، من نمیدم. پدر بزرگ وقتی نمازشون تموم شد گفتن که سارا چه خبره؟ چه چیزی رو به محمد نمیدی؟ سارا گفت پدر بزرگ، من نمیخوام مدادم رو به محمد بدم، برای اینکه محمد مدادو گم میکنه. پدر بزرگ گفت من نمیدونم چرا سارا مدادشو به محمد نمیده. البته پی بردم، چون فکر میکنه سارا مدادشو گم میکنه، اما فکر میکنم یه دلیل دیگه ای داشته باشه و اونم اینه که
سارا فکر میکنه که محمد مدادشو هی میتراشه تا تموم بشه. بچه‌ها، محمد وقتی این حرفو شنید متوجه شد که پدر بزرگ چی داره میگه. سرشو پایین انداخت. یه مدتی بعد که سارا و مادر توی اتاق دیگه رفتن تا سفره شامو پهن کنن، محمد همینجور به پدر بزرگ نگاه کرد. اما خجالت میکشید چیزی از پدر بزرگ بپرسه. پدر بزرگ عینکشو به چشمش گذاشت. از جاش بلند شد. کنار محمد نشست. با مهربونی گفت: محمد، نوه گلم، تو کار خیلی بدی کردی. میخوای یه حرف خوب برات بگم؟ محمد سرشو بالا آورد و به صورت مهربون پدر بزرگ نگاه کرد. پدر بزرگ گفت: عزیزم، حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند با مردم همونطور رفتار کنین که دوست دارین با شما رفتار کنن. همونقدر که تو از رفتار خواهرت سارا ناراحت شدی، سجادم از رفتار تو ناراحت شده. محمد گفت: پدر بزرگ، حالا من چیکار کنم که سجاد با من آشتی کنه؟ پدر بزرگ روی گل محمد و بوسید و گفت: خب این که کاری نداره، فردا میری دم خونه سجاد و ازش معذرت میخوای. من این جعبه مداد رنگی رو برای سجاد خریدم. تو میتونی اینو به عنوان هدیه بدی به سجاد. محمد پدر بزرگ و بوسید و گفت: پدر بزرگ، من محبت شما رو فراموش نمی کنم. صحبت حضرت علی علیه السلام رو هم فراموش نمی کنم. خب عزیزای گلم، همه با هم دعا کنیم که این بزرگترای خوب و مهربون، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا که اینقدر خوب و قشنگ میتونن فکر کنن، تصمیم بگیرن و عاقلانه عمل میکنن و کوچکترها رو راهنمایی میکنن، همیشه سلامت باشن و عمر با عزتی داشته باشن. درسته؟ بله. عزیزای گلم، در این قصه شما پی بردین که پدر بزرگ محمد چجور متوجه شدن که محمد کارش خطا بوده و زمینه‌ای فراهم کردن که محمد و سجاد بتونن دوباره مثل گذشته با هم دوست باشن و آشتی کنن.